دوستان، تا گیمر هستم و دوستان ماهان گیمر امروز نبوده و میخوام واسهتون یه فیلم بگیرم در مورد مپ زامبی که مثلا چیا به ما میده، چیا میتونیم بگیرین، چیا به اون لول میده. و اول از همه بهتون میگم که ما نیاز به لایک و فالوتون داریم و اگه فالو کنید زنگوله نوتیفیکیشن هم بزنید که از فیلمایی که میاریم باخبر شین. حالا بریم داخل مپ زامبی. حالا میریم داخل مپ زامبی چون دوستان زیاد مپ زامبی بازی نمیکنه، بلد نیست توضیح بده و خودم واسهتون توضیح میدم. این بالا یک گان بنفشه نوشته لول 35. دوستان تو لول 35 رفتیم. میریم اول بری یک عالمه به گانای اپیک نمیده. اول یکم بهت گانای از این آبیا میده و یکم بری جلو دیگه شروع میکنه بهت اپیک دادن. میری جلو اینا یه گان اینجا هست اپیکه، بذار دانلودش کنم واسهتون. ایناشش یه گان اپیک اینجاست. یا مثلا این یکی نمیدونم چرا همشون نارنجی هن، عجیبه اینا. و بری جلوتر نکن اینجا مثلا اسکین میده، بری جلوتر اسکینای اپیک و چیزای خفن‌تر. و آخر لحظه بهتون این گان بنفشو میده که خیلی خفنه. من خودم ندارم ولی شما اگه خواستین بگین. این جو هم کلی بهتون لوت اینا میده. و میریم اینجا تسک که مثلا کاری که باید انجام بدین تا این 3 کار بگیرین. این 3 کار بگیرین میاد اینجا جز از این 3 کار میشه. نکن 4000 از 10000 تا. خب اینجا هم که وسیله‌ای که بهتون میده است که نشون میده چه وسیله‌ای میگیرین. خب میریم این قسمت که مپ زامبی اصلیشه که مثلا یه باکس واسهتون میاره. اینجا هم همینه، فقط وسیله‌ای بهتر و چیزای بیشتر. اینجا فکر کنم اسکین به ما میده. آره ناشش. بذار دانلود کنم اسکینشو به شما نشون بدم یا ولش کن. آره دانلودش کنم واسه شما نشون میدم. شما میتونین بازی کنین و اینا رو بگیرین. اینجا هم همینه، باید تسک انجام بدین که پول بیشتر بگیرین. با این پولای بیشتر اینا رو بهتون میده. خب اسکین دانلود شد. و چقدر دانلود میخواد. یا یه شاتگان اپیک هم اینجا به شما میده. و بری آخر فکر کنم یه اناشش یه اسکین اپیک میده که خیلی هم خفنه. الان دانلودش نمیکنم، شما خودتون برین بگیرین و دانلودش کنین. فعلا